بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را، این آیات کتاب آسمانی و آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینند برافراشت، آنگاه بر عرش قرار گرفت و خورشید و ماه را به خدمت انسان گماشته است که هر یک تا زمانی معین در مدار خود روان باشند. او کار جهان را تدبیر می کند و آیات خیش را به روشنی بیان می دارد. باشد که به دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و اوست که زمین را بگسترد و در آن کوههای استوار و جویبارها پدید آورد و در آن از هر گونه میوه‌ای جفت جفت آفرید. شب را به روز و روز را به شب می پوشاند. قطعاً در اینها برای مردمی که تفکر کنند نشانه‌هایی از قدرت پروردگار است. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند و نیز باغهایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما که گاه از یک ریشه می رویند و گاه از ریشه های متفاوت و همه آنها با یک آب سیراب می شوند و با این حال بعضی از آنها را در میوه از لحاظ طعم و خواص بر دیگری برتری می دهیم. بیگمان در این امر نیز برای مردمی که خرد می ورزند نشانه های روشنی است. وَإِن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و ای پیامبر، اگر از بی ایمانی کافران تعجب می کنی، عجیبتر گفتار آنان است که درباره معاد می گویند. آیا وقتی خاک شدیم بار دیگر زنده می شویم و به آفرینش جدیدی باز می گردیم؟ اینانند که به پروردگارشان کفر ورزیدند و در گردنهایشان از آتش زنجیرهاست و آنان اهل آتشند و در آن
جاودانند. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. و آنان پیش از رحمت به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و حالان که پیش از ایشان نیز بر کافران عقوبتها رفته است و به راستی پروردگارت نسبت به مردم با وجود ستمشان آمرزنده است و به یقین پروردگارت سخت کیفر است. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه ها و معجزاتی همانند موسی و عیسی از پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر، تو فقط بیم دهنده ای و برای هر قومی پیامبر هدایتگری است. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله میداند آنچه را که هر ماده‌ای در رحم بار میگیرد و نیز آنچه را که رحمها میکاهند و آنچه را میافزایند و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال. او دانای نهان و آشکار، بزرگ بلند مرتبه است. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ای مردم، هر یک از شما که سخن خود را پنهان کند یا آن را آشکارا بیان نماید و هر که در تاریکی شب پنهان گردد یا در روز به دنبال انجام کارهایش باشد، برای علم الهی یکسان است و او همه را می‌داند. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. برای او فرشتگانی است که پیاپی صبح و شام بنده او را از پیش رو و از پشت سرش به فرمان الله حفظ می کنند. بیگمان الله حال و سرنوشت نیکوی هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنچه در دلهایشان دارند دگرگون کنند و مرتکب گناه شوند. و هنگامی که الله برای قومی به خاطر گناهانشان کیفر بدی بخواهد، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و برای آنان جز ذات پاک او هیچ کارسازی نیست. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. او کسی است که برق را که مایه بیم صاعقه و آتش و امید باران است به شما می نمایاند و او ابرهای گرانبار پدید می آورد. و یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. و رعد به سپاس او و فرشتگان از خوف و خشیت او تسبیح میگویند و اوست که صاعقه ها را میفرستد که به هر کس که او بخواهد بر میخورد و آنان
درباره الله مجادله می کنند و او سختگیر است. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعوت به حق و توحید از آن اوست و بت‌ها و دیگر کسانی را که مشرکان به جای او می‌خوانند هرگز به ایشان پاسخی نمی‌دهند مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا آب به دهانش برسد، در حالی که هیچ آبی به دهان او نخواهد رسید. و دعای کافران در برابر بت‌هایشان جز در بیراهه نیست. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. و هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه همراه با سایه هایشان بامدادان و شامگاهان برای الله سجده می کنند. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ای پیامبر، به مشرکان بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو الله. سپس به آنان بگو آیا به جای او اولیا و معبودانی برگزیده اید که حتی مالک سود و زیان خود نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا برابرند یا تاریکی ها و نور یکسانند؟ آیا آنان شریکانی برای الله قرار داده اند که همچون آفرینش او آفریده اند و در نتیجه این دو آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو الله آفریننده همه چیز است و او یگانه پیروزمند است. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله از آسمان آبی فرو بارید، آنگاه رودها هر یک به اندازه گنجایش خیش جاری شدند و سیلاب کف فراوانی با خود آورد و از آنچه بر آتش می‌افروزند و می‌گدازند که زیور یا کالایی به دست آورند نیز کفی همانند آن آب برمی‌آید. الله حق و باطل را این چنین مثال می‌زند و اما کف بیرون افتاده از میان می‌رود، ولی آنچه به مردمان سود می‌رساند بر روی زمین باقی می‌ماند. الله بدین گونه مثل می‌زند. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه
اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیک بهشت است، و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند اگر تمام آنچه در زمین است و نیز همانندش از آن ایشان باشد و همه را برای رهایی خود از عذاب فدیه دهند از ایشان پذیرفته نخواهد شد. آنان حساب سختی خواهند داشت و جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق كمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسی که میداند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که نسبت به حق نابیناست؟ تنها خردمندان پند میگیرند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. همان کسانی که به پیمان الله وفا می کنند و عهد و پیمان را نمی شکنند. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. و کسانی که هر آنچه را الله به پیوستن آن فرمان داده می پیوندند و صله رحم می کنند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب بیم دارند. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. و کسانی که برای کسب خوشنودی پروردگارشان صبر کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی می‌زدایند، فرجام نیک سرای آخرت از آن ایشان است. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. همان باغ‌های جاودان بهشت که آنان و هر یک از پدران و همسران و فرزندانشان که نیکوکار بوده اند وارد آن می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان در می‌آیند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. و به آنان میگویند سلام بر شما به پاداش آنچه صبر نموده اید، پس به چه نیکوست فرجام آن سرای. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و کسانی که پیمان الله را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که الله به پیوستن آن فرمان داده قطع می کنند و در زمین فساد می نمایند، لعنت بر آنان است و بدفرجامی آن سرا نیز برای ایشان است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می دارد
و یا تنگ میگیرد و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت جز کالایی ناچیز نیست. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه و معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو بیگمان الله هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر کس را که توبه کند به سوی خیش هدایت می کند. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. همان کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد الله آرام می گیرد. بدانید که با یاد الله است که دلها آرام می گیرد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند خوشا بر ایشان و نیک سرانجامی دارند. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بدین سان تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهایی آمده و رفته بودند تا آنچه بر تو وحی کرده ایم بر آنان بخوانی و حالان که آنان به پروردگار رحمان کفر و انکار می‌ورزند بگو او پروردگار من است و معبودی به حق جز او نیست، بر او توکل کرده ام و بازگشت من به سوی اوست. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. و حتی اگر قرآنی بود که کوهها از هیبت آن به حرکت در می آمد و زمین پاره پاره می شکافت یا مردگان با آن به سخن در می آمدند باز هم ایمان نمی آوردند. آری سررشته همه امور از آن الله است. آیا کسانی که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر الله می خواست قطعا همه مردم را هدایت می کرد؟ و کسانی که کافر شده اند پیوسته به سزای آنچه کرده اند مصیبت کوبنده ای به آنان می رسد یا نزدیک خانه هایشان فرود می آید تا وعده الله فرا رسد. آری الله وعده خود را خلاف نمی کند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و به راستی پیامبرانی که پیش از تو بودند نیز مورد تمسخر واقع شدند. آنگاه به کافران مهلت دادم، سپس آنان را به عذاب فرو گرفتم. بنگر که عقوبت من چگونه بوده است. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم
ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا کسی که حاکم بر هر کس و ناظر بر رفتار و کردار اوست مانند کسی است که از همه جا بیخبر است؟ و کافران برای الله شریکانی قرار دادند. بگو آنان را نام برید. آیا می‌خواهید به او درباره آنچه در زمین است و او نمی‌داند خبر دهید؟ یا فقط سخنی سطحی و پوچ می‌گویید؟ چنین نیست، بلکه برای کسانی که کافر شده اند نیرنگشان آراسته شده و از راه حق باز داشته شده اند و هر که را الله گمراه گذارد هدایتگری نخواهد داشت. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. در زندگی دنیا برای آنان عذاب دردناکی است و قطعاً عذاب آخرت سخت‌تر است و برای ایشان در برابر عذاب الله هیچ نگهدارنده‌ای نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده است چنین است که جویبارها از زیر درختان آن جاری است، میوه‌هایش همیشگی و سایه‌اش دائمی است. این سرانجام کسانی است که پرهیزکاری کرده اند و سرانجام کافران آتش دوزخ است. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. و کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم از آن چه به تو نازل شده شادمان می شوند و برخی از گروه های اهل کتاب بخشی از آن را انکار می کنند. بگو جز این نیست که من دستور یافتم الله را بپرستم و به او شرک نورزم. به سوی او دعوت می کنم و بازگشتم به سوی اوست. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و بدین سان این قرآن را فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و اگر پس از دانشی که برای تو آمده از هوسهای آنها پیروی کنی در برابر الله هیچ یاور و مدافعی نخواهی داشت. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برای آنان مانند دیگر انسانها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ پیامبری حق نداشت که جز به فرمان الله معجزه‌ای بیاورد. برای هر اجلی نزد الله سرآمدی معین است. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله هر چرا که بخواهد محو و هر چرا بخواهد اثبات می کند و ام الکتاب نزد اوست.
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. و اگر برخی از آنچه را که به آنان وعده می دهیم به تو نشان دهیم یا پیش از فرارسیدن آنها تو را بمیرانیم، در هر حال فقط تبلیغ رسالت بر عهده توست و حساب آنان بر ماست. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا کافران ندیده اند که ما به وسیله فتوحات مسلمین دامنه های سرزمین کفر را میکاهیم و بر قلمروی اسلامی میافزاییم؟ و الله حکم میکند و برای حکمش بازدارنده ای نیست و او در حسابرسی سریع است. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند مکر ورزیدند و نقشه کشیدند، ولی تمام تدبیرها و نقشه ها از آن الله است. او آنچه را که هر کس انجام می‌دهد می‌داند و به زودی کافران خواهند دانست که سرانجام نیکوی سرای آخرت از آن کیست. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. و کسانی که کافر شدند میگویند تو پیامبر نیستی. بگو کافی است که الله و کسی که علم کتاب‌های آسمانی پیشین نزد اوست میان من و شما گواه باشند.